میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم سرود ملی افغانستان رو با هم گوش بدیم. آقا یه دفعه شد اومدیم گفتیم با هم بریم سرود ملی افغانستان رو گوش بدیم و لذت ببریم. بچه خود من سرود ملی افغانستان رو تا حالا اصلا گوش ندادم، یعنی اصلا تا حالا به گوشم نخورده نشیدم، ولی الان یه دفعه دیلی گفتم این کار رو انجام بدیم ببینیم چه نوع سرودی دارن. مسلما سرودشون خوبه. پلی کنیم؟ یک، دو، سه. چی نوشته؟ نوشته داوطن افغانستان دی؟ سرود ملی افغانستان، داوطن افغانستان ده. یعنی چی؟ نمیدونم پایینش که فارسی نمیشه سرود ملی افغانستان، شاید من به زبون خودشون پشتو خودشون یا یه چیزی مثل این نوشته. اوکی. بریم؟ بریم. آقا این پایین داره فارسی شده بالا داره خودی که خودشون زبون خودشون. آره. ایوه این کشور میهن همه است. خب اینکه همه بچه‌هاش هم قهرمانن. آره خیلی قشنگه. این کشور همیشه در آسمان خیلی قشنگ، کشور همیشه مثل آفتاب در آسمان کبوب قشنگ. بعد چند تا چیز دارن حاجی، چند تا ملیت‌های کوچیک کوچیک گفت همین الان دیدی؟ خیلی باحال بود. شعر سال 1385 موسیقی ببرک وسا، عبدالباری جهانی شاعرش بوده، شاعر بزمی عبدالباری جهانی. حالا حتما همین بوده، موسیقیش هم ببرک وسا بود. خیلی قشنگ بود. خب